متخصصان پارک علم و فناوری ایلام موفق شدند دستگاه تشخیص تومورهای سرطانی را طراحی و داخلی سازی کنند. این دستگاه با 1/4 قیمت نمونه مشابه خارجی عرضه می شود. کاربرد ساده میشه عمل غربالگری رو در سینه به صورت خانگی، کلینیکال و بیمارستانی انجام داد. وجود یا عدم وجود هر گونه توده یا تومور رو تشخیص بده. سرطان واژه‌ای همراه با ترس و دلهره. مریض میاد 6 ماه درد داره تو این مسیر، حالا که غذا پایین نمیره بلند شده اومده. و به چه درد میخوره دیگه، سرطان بیچارت کرده. اما علائم‌های این بیماری، اگه وزنت بدون دلیل داره کم میشه، اگه عرقای خیلی زیاد میکنی، اگه خانم تو سینه‌اش هر گونه برآمدگی، تو رفتگی، درد، قرمزی، تورم، اینو بلند شو مراجعه کن به پزشک. به گفته کارشناسان آمار ابتلا به این بیماری در کشور و استان نگران کننده است. آمار بالای مبتلایان به سرطان در کشور و هزینه سنگین درمان این بیماری مشوقی برای آقای ملکی شد تا این دستگاه را بومی سازی کند. و اما نحوه ساخت این دستگاه، اول مدل سه‌بعدی دستگاه رو طراحی کردیم و بعد از تولید PCB و دستگاه ما قطعات رو روی بورد مونتاژ می‌کنیم و بعد از مونتاژ قطعات دستگاه رو به سمت واحد QC انتقال میدیم. بعد از اینکه دستگاه مونتاژ شد به قسمت کنترل کیفی میاد و لوکس دستگاه رو ما اندازه‌گیری می‌کنیم. قیمت خارجیش الان توی بازار نزدیک 18 تومانه. نمونه‌ای که ما ساختیم 4500. خب این قوی‌تره یا نمونه خارجی؟ بله قطعاً این هم از لحاظ لول کاری تو آزمایشگاه و پزشکایی که استفاده کردن از دستگاه، تاییدهای بالینی که گرفتیم. دستگاهی که علاوه بر تشخیص توده سرطانی عمل رگیابی در کودکان را هم آسان کرده. این دستگاه از رگ نوزاد 1 روزه تا کودک 8 ساله را دقیق نشون میده. حالا به مدد شرکت‌های دانش بنیان و تلاش جوان مبتکر ایلامی برای اولین بار در کشور دستگاه تشخیص توده سرطان بومی سازی شده. کاربرد ساده میشه عمل غربالگری رو در سینه به صورت خانگی، کلینیکال و بیمارستانی انجام داد. وجود یا عدم وجود هر گونه توده یا تومور رو تشخیص بده. حتی تا سنین 4-5 سالگی میتونه رگیابی رو انجام بده. حالا دستگاه چراغ معاینه برای کنترل سرطان سینه توانسته پروانه تولید خود را از معاونت غذا و داروی غرب کشور دریافت کند. تونستن که سال گذشته مجوز دانش بنیان را از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت بکنن. دیگه نیاز نیست مریض اشعه دستگاه ماموگرافی، چون دستگاه ماموگرافی بیسش اشعه ایکس که برای سلامت خیلی مضره. اصلا خودش سرطانزاست. برای تمام همکارای سرطان 851 در سال 1401 و 1402 3 محصول دانش بنیان در پارک علم و فناوری استان تولید و تجاری سازی شده که یکی از اون محصولات دستگاه برست اسکرین یا همون تشخیص توده سرطانی است.